سلام. 2 عدد برنج معمولی داریم، یکیش ایرانیه به اسم عنبربو، یکیش هم نمیدونم خارجیه. حالا میخوام بریزمش روی این شعله آتیش، این چه عکس العملی انجام میده. اول عنبربو رو میریزم، این چجوری میسوزه. نکن چجوری از این میریزم، خارجیه میریزم، این چجوری میسوزه. خارجی اصلا نمیسوزه. عنبربو سیاه شد زغال. تو معده ما میخواد چی بشه معلوم نیست. نمیسوزه اصلا. معده ما میخواد این آتیش کنه، ذوبش کنه. عنبربو شد سوخت، آتیش گرفت. اینم برنج خارجی تکون نمیخوره، اصلا نمیسوزه. الیاف هم نیست که بگی الیافه. بیا هیچ. دو ساعت هم بمونه اینجا نمیسوزه، خیالتون راحت. این سوخت. بعدم ببین چی میخوری. گوشیم جوب نشه. خداحافظ شما. جلال هستم.